چی زدتت؟ قصهش درازه. کجا؟ هیچ با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، آره اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگور میشناسیش؟ آره از ما نظمه، آره که بریم دوا خورید. تو نمیری به متخصص، اصلا ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدید پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آبجو جوش رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جمع پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلیل آمد ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متخصصم، خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی زامندار اومد بیرون، رفتم اومدم دیدم کسی نیست، همه خوابیدن، پریدم تو هتل، اومدم دم کوچه مرهم بغل این نرغه فروشیه، اومدم پایین یه سر هیکل میزونه اینجوریه زد بهم، افتادم تو جو، گفتم هتت، گفت افت، یکی گوشت تو گوشم، گفتم نامردا دوش زد، اولیش قایم‌تر زد، داد کلم جیبم که برم و بیام چشم وای کنندم از خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما بگین زده. آره خوبیت نره.